جل زده بودن، حالت طبیعی نبودن. قبلا میگفتن ماریجوانا وابستگی جسمی نمیده، فقط وابستگی روانی میده، ولی تو تحقیقات جدید اومدن حتی یه چیزی معرفی کردن تحت عنوان سندروم ترک گل. شامل چی هست؟ علائمش دقیقاً برعکس اون علائمیه که فرد موقع مصرف پیدا میکنه. یعنی یه مجموعه علائم گوارشی داره، کاهش شدید اشتها، کاهش وزن، استفراغ، اسهال، اینا. یه مجموعه علائم عصبی داره، بیقراری، اضطراب، حملات شبیه به پنیک، خواب رفتن یه طرف بدن، گزگز لخت شدن یه طرف بدن، مشکلات خواب و حتی توهم. خب این علائمش 1 تا 2 هفته معمولا برطرف میشه گوارشیاش، ولی علائم عصبیش ممکنه تا 1-2 سال بمونه و نیاز به دارو درمانی علامتی و حمایتی هم داشته باشه. جل زده بودن، حالت طبیعی نبودن.